طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، شأن و شرف آموزگار تحت کفالت و محافظت قانون قرار دارد. آموزگار شخصی است که با نور سواد و معرفت و علم و دانش حیات جامعه را روشن می سازد. خرافات و جهالت را از حیات جامعه بیرون می کند و سازندگان و آبادگران آینده وطن را به کمال می رساند. از این رو جامعه باید خوب درک نماید که احترام به آموزگار احترام به آینده ملت است. در واقع طبق سندهای معیاری حقوقی که طول سالهای صاحب استقلالی قبول گردیدند، آموزگار همیشه تحت نظارت دولت و حکومت قرار داشته، پیوسته از جهت معنوی و اجتماعی دستگیری می‌یابد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت و واخوری‌ها با اهل علم و معارف به این قشر آینده‌ساز جامعه بهای بلند داده، دائما مقام و مرتبه آنها را گرامی می‌دارند. توسط سیاست خردمندانه سرور دولت محترم امام علی رحمان همه پهلوهای جامعه رو به پیشروی آورده، وطن صاحب استقلال ما به میدان بنیادکاری ها تبدیل یافته است. در چنین مرحله سازندگی و ترمیم حیات واقعی شهروندان کشور عزیزمان، مسئله مکتب و معارف و در این پایه دسترسی به تکنولوژی پیشرفت معاصر طبق طلبات معیارهای استاندارد بین المللی، تیار نمودن متخصصان صاحب اختصاص، آگاهی کامل از اسرار کشفیات علم جهانی و در این زمینه تأمین نمودن رشد با سرعت وطن عزیزمان اهمیت خاصه پیدا می‌کند. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در این زمینه عمل نموده برای ساحه‌های گوناگون نظام مالیوی و اقتصادی در سطح بلند متخصص تیار می‌نماید. این است که با نظرداشت تشکل زمینه خوب تکنیکی، ذخیره لازمی متخصصان صاحب عنوان و امکانیت در سطح بلند تیار نمودن متخصصان ساحه علم و تعلیم، به دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان توجه خاص ظاهر می گردد. هیئت پروفسوری آموزگاری دانشگاه با مقصد پیوست نمودن دانشگاه به فضای تحصیلات جهانی فعالانه در چاره‌بینی‌های سطح بلند بین المللی شرکت ورزیده، امروز موقع دانشگاه را در عرصه بین المللی نیز معرفی نموده ایستادند. شرایط و امکانات‌های مساعد و وسیع برای فعالیت هم تعلیمی و متدی علمی تحقیقاتی آموزگاران پورا فراهم آورده شده است. کار آموزگار مسئولیتی بزرگ دارد. او با شخصیت و آینده انسان کار میکند. با وجود این محبت به کسب و شاگردان آنها را قوی نگاه می‌دارند. شاگرد نه تنها علم بلکه رفتار و اخلاق خود را نیز از آموزگار می‌آموزد. سخن نیک، تبسم صمیمی و عمل درست استاد می‌تواند به سرنوشت یک شخص تأثیر گذارد. هر یک دستاورد بزرگ جامعه، اختراع، کشفیات یا اثر ادبی در اصل میوه مهنت آموزگار است. رسالت آموزگار این است که او باید که با دانش‌های بلند کسبی جهانبینی فراخ، مناسبت خوب و با قابلیت بلند پداگوژی درس را تشکیل کند و در پیش آموزگار دو شرط می‌ایستد. یکم اینکه آموزد و آموزاند و دوم اینکه دوست دارد تا او را دوست دارد. آموزگاران سرمایه معنوی هر ملتند. آنها نه تنها دانش بلکه انسانیت را می آموزانند. جامعه‌ای که آموزگار را قدر می کنند آینده روشن دارند. به همین خاطر احترام به استاد نه تنها سنت بلکه
قرض وجدانی هر یک شخص می باشد. آموزگار همیشه قوه پیشبرنده، محرک و زمینه سازی رشد نیروی جامعه محسوب می بود. در این راستا حق به جانب پیشوای ملت است که می گویند جامعه که به اهل معارف و استاد آموزگار زیایی احترام نمیگذارد و پیشرفت موفق شده نمیتواند. در حقیقت جامعه که آموزگار را اعتراف نمیکند این جامعه سالم نیست. امروز وقتی ما درباره پیشرفت و ترقیات حرف میزنیم باید پیش از همه به آموزگاران نظر افکنیم، زیرا آنها همیشه در پس هر یک کامیابی ملی قرار دارند. واقعا درست است، زیرا آموزگار مهندس روح انسان است. محض آموزگار میتواند شخصیت ساخته باشد. محض آموزگاران مشعل افروزان جامعه قادرند که امروز و فردای دیار را با نور معرفت منور سازند. حکیم فردوسی توصی گفته است که اگر در جهان نبود آموزگار شود تیره از بیخرد روزگار. و یا مولانا رومی گفته است که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نگشت ملای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. در دوره حاضره پرزیدنت کشوری ما اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به موقع آموزگار در جامعه، به سهم آموزگار در رشد و نموی کشور دقتی از همه بیشتر میدهند. در کشور ما رشد علم و معارف، فرهنگ سمت‌های افضلیتناکی رشد کشور معین کرده شده است. در همه پیام‌ها همه ساله در درس‌های صلح پیشوای ملت ما درباره آموزگاران، درباره بلند برداشتن سطح دانش طالب علمان و دانشجویان سخنهای بهترین را میگویند. من همین سال در واخوری خود در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان یک مثال خیلی خوب آوردن که دو دولت ژاپن و آلمان بعد از جنگ دوم جهان بسیار دولت‌های خراب گشته بودند، ولی محض که آنها به علم و معارف دقتی بیشتر میدادند توانستند که در دوره‌های کوتاه‌ترین باز به دولت‌های پیشقدم‌ترین جهان تبدیل یابند. در هر جامعه استادان پایه اساسی معرفت و فرهنگ به شمار می روند. تاجیکستان نیز از جمله کشورهایی است که به آموزگاران اهمیت خاصه می دهند. آموزگاران نه تنها تعلیم می دهند بلکه نقش کلیدی در تربیت و بنیاد نسل آینده می بازند. کسب آموزگاری یکی از کسب‌های مقدس‌ترین و عزتمندترین جامعه به حساب می‌رود. امروزها رسالت معلم در دوره صاحب استقلالی ما خیلی بلند گردیده است و آموزگار یعنی معلم در جامعه ما موقع خاص خود را دسترس نموده است. آموزگار راه نشان دهنده فرزندان و طالب علمان میباشد. به آموزگار جامعه به درجه ممکن که جاهلیت رفته رسد و امروز آموزگار رسالت اعلای خود را اجرا کرده ایستاده است. آموزگار باید که سه منتالیته را صاحب باشد. یکی این سیمای آموزگاری، دیگر اتیکای آموزگاری یعنی آداب و اخلاق آموزگار باید بلند باشد و سومی این دانش‌های کسبی را باید از خود کند. این سه منتالیته با خاراکتر و خصلت آموزگار راست می‌آید و از این لحاظ باید که بیشتر از روی خود کار کند
و جامعه خود را وسیع کند، سیمای آموزگاری را به خود کسب کند و تواند که موقع استوار را در میان جامعه، میان شاگردان پیدا کند. در سالهای صاحب استقلالی محض با شرافت سیاست پیشگرفته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و خرد ازلی مردم صاحب معرفت و فرهنگ دوست تاجیک برقراری صلح و ثبات کامل و پایداری وحدت ملی، تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی، بالاروی حس وطن دوستی و وطنداری در میان تمام طبقه های جامعه تاجیکستان به ما میسر گردید. وقتی سخن درباره آموزگار می رود، بسیار یک اصطلاحی واقعا ارزشمند است. اگر ارزشمند نباشد، امروز ببینید که به خاطر مقام آموزگار امروز مرتبه آموزگار دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان توجه خاص دارد. مثلا شما اهمیت داده باشید، امروز همه ساله به خاطر احترام آموزگار، قدر کردن آموزگار در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید همچون عید کسبی آموزگار تسجیل کرده میشه. یعنی 5 اکتبر آموزگار عید دارد و مانند دیگر عیدهای رسمی و غیر رسمی امروز آموزگاران عید دارند و باعث افتخار آموزگاران مردم کشور تاجیکستان میباشد. پس از استقلالیت تاجیکستان در ساحه معارف اصلاحات زیاد انجام داد. از جمله مقام آموزگار در قانونگذاری کشور نیز مستحکم گردیده است. موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، آموزگار شخصی می باشد که برای تعلیم و تربیت مسئولیت دارد و دولت او را به حمایت اجتماعی فرا می گیرد. پیشوای معظم ملت دویما گشته برگشته قید میکنند که اگر ما به آموزگار دقت نکنیم، تکیه نکنیم، احترام نگذاریم، دولتی که با آموزگار تکیه نداشته باشد، احترام نداشته باشد، اون دولت پیشرفته نیست. برای همین سخن مذکور را نیز در یکی از برآمدهای خوب واسه بروز دانش در دانشگاه دولتی بین‌المللی سویه جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند و امروز ببینید که در همه ساله در پیام‌های خویش 20%، 30% تا 40% مزد مهنت آموزگاران همه ساله زیاد میگن. حکومت کشور همه ساله با مقصد بالا بردن سطح زندگی آموزگاران معاش را زیاد می نماید. برنامه‌های تیار کردن کادرهای آموزگاری را راه اندازی می کند و برای بلند برداشتن نفوذ این کسب چاره‌های گوناگون می اندیشند. آموزگار در تاجیکستان تنها شخص تعلیم دهنده نیست، او همزمان تربیتگری وطن دوستی، پاسدار ارزش‌های ملی و فرهنگی می باشد. آموزگاران نسل نورس را به محبت به وطن، زبان و فرهنگ ملی وادار می کنند. دولتی پایدار خواهی روی بر مکتب بیار. بنابر همین هم امروزها موقع آموزگار از طرف خود جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همه طرفه قدر و قدرشناسی شده ایستاده است. یعنی که ما امروزها میبینیم که چطور مکتب های زمانوی برای خوانندگان و حتی دوره به دوره، زینه به زینه زیاد کرده شدنی معاش آموزگاران، همه این مهربانی هایی است که از طرف حکومت جمهوری و از طرف پیشوای معظم ملت به آموزگاران پیشنهاد می‌گردند. اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مورد تاکید کردند. پیشه آموزگاری مقدسترین کسب روی عالم است. بیداری فکر، پاکیزگی اخلاق و تشکل عقلانی انسان محصول رنج و مشقت آموزگاران می باشند. گذشتگان بزرگ ما فرمودند که روشن کننده خرد بشر
و افروزنده مشعل علم و دانش و توانایی آموزگار، معلم و استاد است. یکی از وظیفه‌های مهمی آموزگار در روند تعلیم این فعال فعالیت معرفتی خوانندگان باشد. از این لحاظ و باید کاری کند که در درس ضمن روند تعلیم باید که با فعالیت معرفتی دانشجویان باید پردازد و از متدها و اصولهای نوی تعلیم استفاده کند، کاری کند که بچه با کسب با فن وی رغبت پیدا کند. معلم باید که با درخواست اجتماعی جامعه سازگار باید باشد. یعنی جامعه طلب میکند که با من شهروندان دارای تفکر بلند ایجادی، دانش‌های عمیق، جهانبینی فراخ و قابلیت بلند ایجادی داشته دهید، آنگاه من راضی میشوم. یعنی برای قانونمند کردن جامعه از تعلیم باید که معلم زحمت زیاد کشد و به واسطه خود را در جامعه موقع خود را استوارتر گرداند. محض با تشبث و تلاش‌های حکومت مملکت در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان که زاده و همقدم زمان استقلال است، جهت برداشتن سطح تعلیم و تربیه و رشد معارف ملی توجه خاصه روان کرده شده است. همین طور دستگیری دانشجویان و آموزگاران آنها است که سال از سال تعداد غالبان آزمون و المپیاده ها در بارگاه معرفت ما رو به افزایش نهاده، دانشجویان و آموزگاران پیش قدم و نوآوری ما در آزمون های سطح جمهوری و بین المللی مقام ارزنده را اشغال می نمایند. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان با نظرداشت دستور و سپارش‌های راهنمونساز پیشوای معظم ملت چون زاده دوران صاحب استقلالی جهت آماده نمایی کادرهای جوابگوی بازار مهنت و مطابق به طلبات زمان عمل نموده، جهت به کمال رسانیدن نسل با معرفت، خویشتن شناس و وطن دوست تلاش می نماید.